سلام علیکم دوستان عزیز. 2 هفته قبل ما برایتان وعده داده بودم که کورس یوتیوب را شروع میکنیم و یوتیوب را مکمل از الف تا مرحله درآمد برایتان آموزش میتم گفته بودم، ولی متاسفانه در این 2 هفته ما فعالیت کرده نتونستم به خاطر که مصروفیت های زندگی زیاد بود. ولی سر از امروز کورس یوتیوب را شروع میکنیم. چنانچه یوتیوب را فیسبوک را برایتان از صفر تا مرحله درآمد مرحله به مرحله برایتان آموزش دادم که چگونه اکانت فیسبوک جور میشه، چگونه صفحه فیسبوک جور میشه و به خاطر کسب درآمد از فیسبوک چه چیزایی لازمه، چه شرایطی داره، همیشه برایتان مکمل آموزش دادم. درست است؟ همین گونه یوتیوب را هم مکمل از صفر تا مرحله درآمد برایتان آموزش میتم و این اولین ویدیو ما است و در این ویدیو برایتان طریقه ساختن چینل یوتیوب را مکمل برایتان آموزش میتم و بعد از اون همین گونه مرحله به مرحله پیش میریم و ان شاء الله کوشش میکنم که به زودترین فرصت مکمل یوتیوب را برایتان آموزش بدم. یعنی کورس کامل یوتیوب را ویدیوها را بیننده باشین. از این بیشتر وقت را زیاد نمیگیرم. اگر ویدیو خوشتان اومد حتما ویدیو را لایک کنین و برای ویدیوهای بیشتر چنل افغان تیپس را سابسکرایب کنین، زنگوله غیر کلیک کنین. همیشه رقم ویدیوهای تاپ و زنده در این چنل اپلود میشه. از همه اولتر بیننده باشید. ببینید در یک نفس خلاصه کردم. अच्छा हमको सिखा रिया है. و ها یک چیز ناگفته نمونه که مکمل کورس یوتیوب را که برایتان آموزش میتم از طریق موبایل برایتان آموزش میتم. حالا میریم ویدیو را با هم یک تماشا میکنیم که اکانت یا چینل یوتیوب چگونه ساخته میشه. خب آمدیم روی اسکرین موبایل خود و حال از همه اول یک دانه اکانت جیمیل جور میکنیم، به خاطر که بدون جیمیل کانال یوتیوب ساخته نمیشه. اینجا به خاطر ساختن جیمیل اکانت اینجا این اپلیکیشن جیمیل در هر گوشی اینستال میباشه خودش اتومات. اپلیکیشن جیمیل را باز میکنیم. اگر از قبل جیمیل داشته باشین این گونه یک صفحه میآید، اگر نداشته باشین خالی میآید. خب و بعد اینجا بالای سه نقطه کلیک میکنین و در پایین میایین اینجا آپشن تنظیمات یا موسیتینگ را کلیک کنین و بعدا اینجا تمام جیمیل هایی که از قبل در گوشیتان لاگین باشه اینجا نشان میده. من اینجا بلور کردیم به خاطر که نمیخوایم جیمیل های خود را برایتان نشان بدم. اینجا شما بالای اد اکانت کلیک میکنید و در اینجا گوگل انتخاب میکنین و در اینجا اگر گوشیتان رمز داشته باشه رمز گوشیتان را پرسان میکنم. من اینجا رمز گوشی خود را میزنم. بعدا اینطور یک صفحه میآید. چنانچه برایتان گفتم اگر از قبل در گوشیتان جیمیل لاگین نباشه این گونه یک صفحه میآید و حال اینجا شما بالای کریت اکانت کلیک میکنین و در اینجا دو گزینه میآید. گزینه اولی فور مای سلف انتخاب میکنین و در اینجا نام جیمیلتان را انتخاب میکنین. ما فرض کنیم به نام خودم میسازم عبداللطیف تخلص. نوشته کنین هم میشه، نوشته نکنین هم میشه. من اینجا نوشته میکنم استرک و بعد از او در پایین نکس را کلیک کنین و در اینجا تاریخ تولد پرسان میکنه. شما تاریخ تولدتان را با دقت انتخاب کنین به خاطر که یک روز اگر رمز جیمیلتان را فراموش کنین از طریق این تاریخ تولدتان دوباره میتونین جیمیلتان را ریکاوری کنین. من اینجا به خاطر آموزش ساخته هستم برای من فرق نمیکنه. از این